سوال نوبتی از نابرابری. این نمودی سوال رو چکار میکنیم؟ نگاه کنیم وقتی شما در طرف راست هم با غیر از نوع یک عدد داشته باشین و در طرف چپ ifade داشته باشین، این نمودی سوال ها رو باید چکار میکنیم؟ همه ifade ها رو، همه عدد ها رو به یک طرف، به طرف چپ جمع کرده، به طرف راست باید 0 رو مانیم. چیکار میکنیم؟ نگاه کنیم اول طرف چپ قوس ها رو اگر من کشایم این به چی برابر میشود؟ یک بار می‌نویسم x کوادرات مینوس 9x جمع 20 خورده از 12 و 12 رو به طرف چپ میگیرم. x کوادرات مینوس 9x جمع 20 مینوس 12 از 9 خورد و از اینجا x کوادرات مینوس 9x جمع 8 میشه از 9 خورد. و این رو چه کار میکنیم؟ وقتی که طرف راست رو به 9 برابر کردیم، بعد طرف چپ رو ریشه هایش رو میابیم. ریشه ها با یک بار دیگر هم با یاری دیسکریمینانت کار کنیم میتونین یا اینکه با قوس ها جدا کرده. اینها رو با قوس ها جدا کرده میشود. چه با قوس ها جدا؟ x مینوس 8 x مینوس 1 از 9 خورد. و طرف چپ دو ریشه دارد که به نابرابری تاثیر میکند. این 8 و 1 است. ریشه های 8 و 1 من مولد کار نمیکنم، من ریشه ها رو میام برای نابرابری رو کار کردم. بعد این چکار میکنیم؟ مینویسیم x و همچون در کتاب ها نشان میدم از مینوس به آخر سر میکنیم. بعد ریشه خردترین ایز 1 است، بعد 8 است، بعد پلوسی به آخر. بعد چکار میکنیم؟ بین این دو یک و مینوس به آخر یک عدد رو انتخاب میکنیم. بینشون یک عدد رو انتخاب میکنیم. بگذار چی باشد؟ 0 شده میتواند یا اینکه چند شده؟ 0 مینوس 10 مینوس 20 مینوس 100 مینوس میلیون مینوس میلیارد گرفته میتونه. کدامش به شما عدد آسان تر است اون رو انتخاب کنیم. بیاین مینوس 5 رو انتخاب کنیم و درون این ifade میمونیم. چی میشود؟ مینوس 5 مینوس 8 مینوس 5 مینوس 1. با ما جوابی عددی مهم نیست، با ما اشاره مهم است. مثبت یا منفی. یکم قوس منفی است، دوم قوس منفی است، بین اینها ضرب است. اگر من دو عدد منفی رو ضرب کنم جواب من مثبت میشه. چیکار میکنم؟ در اینجا پلس میمونم. بین 1 و 8 دو عدد انتخاب میکنم. بگذار چند باشم. بین 2 و 8 بین 1 و 8 دو باشه. دو رو انتخاب کنیم و در این ifade میمونم. 2 مینوس 8 2 مینوس 1. قوس یکم منفی است، قوس دوم مثبت است. منفی ضرب مثبت منفی میشه. یعنی بین 1 و 8 ifade ما نتیجه های منفی میگیرد و آخرانش بین 8 و به آخر 10 رو انتخاب کنم. 10 مینوس 8 10 مینوس 1. هر دو قوس هم مثبت است. ضرب دوم مثبت، عدد مثبت هم وقت به من مثبت رو میتونه پلس میکنم. و از اینجا چی خلاصه میبریم؟ از ما چی میخواد؟ ifade ما میخواد که منفی باید باشد از 9 خورد. یعنی من مینوس رو انتخاب میکنم. یعنی جواب من چقدر نمیشه میتونم؟ x وقتی برابر است از 8 خورد و از یا برابر 1 برابر 8 یا برابر 1. یکی در اینجا دیگر خود میپرسد چند عددی ناتورالی کنه میشه. یعنی باید حساب کنیم چند عددی ناتورالی میشه. یعنی کدام عدد ها هستن؟ 1 هست، 2 هست، 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 عدد 8 عددی ناتورالی این جواب ما رو کنه میسازد. یعنی جواب ما D است.